حتما شما هم سی پی یو های اینتل دیدین و پیش خودتون گفتین که این عددا و حرفا و اینا چه معنی میده، چرا اسمشون گذاشتن i3 i7، این عدد 4000 خورده ای چیه جلوش، کور اولترا پس چیه. من میخوام تو این ویدیو به این سوالات شما جواب بدم. پردازنده‌های اینتل تا سالها اسمگذاریشون اینطوری بود که کور آی و عدد جلوش که عددهای فرد بودن، یعنی 3 5 7 و 9. اینتل از این عددا برای نشون دادن کلاس کاری پردازندش استفاده میکنه. یعنی چی؟ یعنی پردازنده‌هاش از عدد پایین‌تر، یعنی پردازنده‌های پایان، تا بالاترینش که 9 پردازنده‌های فوق‌العاده قوی هست. پردازنده‌های i3 ضعیف‌ترین پردازنده‌های اینتل بودن تا سالها، تا نسل 14 که تعداد حساس‌ها و رشته‌های خیلی کمتری دارن، سرعتی کمتری دارن و برای کارهای عمومی استفاده میشن، برای مثلا گشتن تو اینترنت یا کار کردن با ورد، فیلم دیدن، برای این چیزا. و برای گیم هم اصلا به درد نمیخورن، مگر اینکه بازیتون خیلی قدیمی باشه و احتیاجی به قدرت پردازش بالایی نداشته باشه. بازی ایندی بیشتر به درد، یعنی این پردازن به دردشون میخوره. سری i5 پردازنده‌های میان رده اینتل محسوب میشن. پردازنده‌ای هستن که هسته و رشته‌های بیشتری نسبت به i3 دارن، سرعت خوبی دارن و پس خیلی کارا برمیان، برای بازی بد نیستن و میتونن خیلی از بازی‌ها رو با کیفیت پایین اجرا کنن. کلاً قیمتشون هم خیلی مقرون به صرف است. پردازنده‌های i7 تا سالها پردازنده‌های بالارده اینتل بودن. پردازنده‌ای بودن که تعداد حساس‌ها و رشته‌های خیلی بیشتری دارن، سرعت بوستشون هم خیلی بالاست و همه بازی‌ها رو هم میتونستن اجرا کنن. بعدش اینتل اومد یه سری پردازنده جدید معرفی کرد به اسم i9. اینا پردازنده‌های خیلی بالا رده اینتل، پردازنده‌های پرمیومش حساب میشن، پردازنده‌های دیگه حسابی رده بالا هم که بیشترین تعداد هسته و رشته بین پردازنده‌های اینتل داشتن تا نسل 14. سرعت فوق‌العاده بالایی دارن برای همه کارهای گیم، برای رندرینگ، برای طراحی، برای برنامه‌نویسی، برای محاسبات پیچیده و برای هوش مصنوعی و واقعیت مجازی هم خیلی کارآمد بودن، از پس همه کاری برمی اومدن. یعنی خیلی خلاصه بگیم i3 ضعیف‌ترین، i5 وسط، i7 بالا و i9 دیگه نوک قله این پردازنده‌ها بودن. و با نسل 14 قدرت مصرفی این پردازنده‌ها خیلی زیاد بود، پاور خیلی قدرتمندی میخوان و خیلی دمای زیادی هم تولید میکنن. فاصله عملکرد بین پردازنده i9 و i3 اینقدر زیاد میشه که اینتل به این نتیجه میرسه که دیگه این اسمگذاری باید عوض کنه، چون اینتل وقتی داره یه پردازنده میسازه هدفش اینه که اون پردازنده قوی رو بسازه، مثلا i9 14900 رو بسازه و وقتی که اون پردازنده دچار مشکل، یعنی پردازنده اون قدرت رو به دست نمیاره، میارش یه کلاس پایین‌تر ولی دیگه اون پردازنده i3 به صرفه نبوده که از روی i9 ساخته بشه. در نتیجه کلا اومد پردازنده‌اشو به دو قسمت اینتل کور و اینتل کور اولترا تقسیم بندی کرد که اینتل کور پردازنده‌های ارزون اینتلن، برای کار عمومی خیلی کاربرد دارن، از پس بعضی بازی‌ها هم برمیان، اما اگه به فکر یه سیستم قدرتمند گیم و رندر باشین باید بیاین سراغ اینتل کور اولترا که جایگزین سری 15 اینتل شد. در واقع اینتل اون آی رو کلا گذاشت کنار، 13 و با 14 نسل قبلیش تموم شد و اومد سراغ اینتل کور اولترا 1، یعنی پردازنده‌های 145 165 185 و پردازنده‌های 245 265 و 285 که الان توی بازار عرضه شدن. نکته‌ای که باید بدونید این که اون عددا، یعنی اینتل کور اولترا 5 7 و 9 هنوز بیانگر کلاس کاری پردازنده. اینتل کور اولترا 5 پردازنده میان رده سری کور اولتراست، ولی باز هم سرعت خیلی خوبی داره، تعداد حساس‌ها و رشته‌اش بالاست و از پس همه بازی هم برمیاد. کور اولترا 7 یا 7 پردازنده‌های بالا رده‌ای هستن که خیلی قدرتمندن
و پردازندهای کور اولترا 9 دیگه رده نهایی پردازندهای اینتل در حال حاضر، از نظر پردازشی کم نمیارن و برای همه بازی‌های جدید، برای تنظیمات گرافیکی بالا، برای انواع برنامه‌های سنگین و واقعیت مجازی کاملا کارآمدن. این سری کور اولترا یه واحد جدید توی طراحیش داره، توی معماریش داره به اسم NPU که مخصوص هوش مصنوعیه. در نتیجه باید اینم اشاره کنیم که این سری جدید اینتل برای هوش مصنوعی هم بینی شده است و هوش مصنوعی خیلی نقش مهمی توی آینده اینتل داره. یه نکته دیگه در مورد کور اولترا که باید بدونین و تفاوتش با نسل 13 و 14 اینه که برق خیلی کمتری مصرف میکنن، خیلی بهینن و در نتیجه دمای کمتری هم تولید میکنن. یه مشکل اصلی سری 14 همون دماش بود که توی کور اولترا سعی کرده اینتل تا جایی که میتونه اینو برطرف کنه و به همین دلیل، به خاطر برق کمتری که مصرف میکنه، شاید روی کاغذ به نظر بیاد که سرعتش از سری 14 کمتره، اما وقتی که اون برق مصرفی در نظر بگیریم اون تفاوت عمل کرده اصلا به چشم نمیاد. در آخر باید بهتون بگم اگه شما نسل پردازنده‌های نسل 13 و 14 اینتل رو دارین، احتیاجی به آپگرید فعلا نیست، چون علاوه بر این که از نظر عملکرد تفاوت خیلی کمیه، یعنی به چشم نمیاد، باید مادربرد رو هم عوض کنین، چون شکل پردازنده‌های کور اولترا با نسل 13 و 14 فرق میکنه و چیپستشون یکی نیست و در نتیجه نمیتونید روی هم مادربرد قدیمیتون پردازنده‌های جدید رو نصب کنید، باید یه مادربرد جدید بگیرید. ولی اگه به دنبال بس این سیستم جدید هستین یا سیستمتون خیلی قدیمی شده و یا آپگرید از نیاز داره، این کور اولترا بهتره که انتخاب اولتون باشه. اگه سوال دیگه ای در مورد این پردازنده اینتل داشتین توی کامنت بپرسین و یادتون نره که ما رو سابسکرایب کنین. ممنون.